اگر عطا محمد نور والی پیشین بلخ متوسل میشه به زور، در اون صورت وزارت امور داخله و پلیس افغانستان چه موضع اتخاذ خواهد کرد؟ یعنی چی؟ زور در برابر کی؟ زور در برابر ملت مردم خود؟ اصلا کدام مفهوم معنی نداره. مردم افغانستان دیدگاهشون این است که بعضی از فرماندهان شما ظاهرا از شما دستور نمیگیرن. همشان دستور میگیرن. جنرال رازق فرمانده قندهار. اگر شما میگید که همین لحظه برش زنگ بزنم و برش هدایت بدم بگم که ولی اونا با وضاحت گفتن که رئیس جمهور هم نمیتونه مرا برکنار بکنه. شما میتونین برکنارش بکنید؟ ما هر وقتی که خواسته باشیم امروی جنرال صاحب رازق تمام هدایت امر وزارت داخله را با نمو دیسیپلین و نظام عسکری که اجاب میکنه او را پذیرفته، تا فعلا عملی کرده، کدام بغاوت هم نکرده، کدام سرکشی هم نکرده. این بغاوت نیست وقتی گفته میشه که رئیس جمهور با ورق مرا برکنار نمیتونه بکنه و چه بسا تعیین هم نکرده. من امروز صحبت کردم باز دمجیران صحبت معذرتم خواسته و حتما در کدام محفل کدام جای بوده که شاید نخیر در صحبت با رسانه ها چون چیز را گفته بخوای برمک. اگر او اظهار هم کرده او طبعا در برابر اظهاراتش مسئول است، ولی تا جایی که رابطهش با وزارت داخله است جنرال صاحب رازق تحت اوامر وزیر داخله هست و ما او روز امروز صحبت داشتم. یک دو مورد بود و هدایت دادم، گفتم جنرال صاحب این مسائل شما اصلاح کنین. هیچ کلمه نداشت، فقط گفت وای صاحب شما امر ما هستین هر چی بگین ما در صورتی که مصلحت به این باشه که جنرال رازق از مسئولیتش برکنار شود، شما وزارت داخله را و خودتان را قادر به چنین کاری میبینید؟ هیچ کدام مشکلی وجود نداره. هر لحظه که باز حکومت تصمیم بگیره او خو عسکر است و هیچ وقتی از امر هدایت عسکری که قانون برش تعیین کرده هیچ وقت او دل نمیکنه.